اپیزود 11 اسفند 1403. به مدیر روحانی خوش اومدی. امید، حوزه تخصصی خودت سوشال مدیا. آره، الان میخوایم راجع به چیزی صحبت کنیم که الان توشیم. آدم ها الان آفرین. از این تو دارن ما رو نگاه میکنن. دقیقا تو رو دیگه. آره. باریکلا. سوشال مدیا آقا، ما از یه نسل جالبی هستیم. خب مثلا ما هیچ وقت ظهور خودرو رو ندیدیم. هیچ وقت مثلا اینجور تکنولوژی هایی که روزمره داریم ازش استفاده میکنیم و ندیدیم، ولی یه سری چیزها در طول عمر ما اتفاق افتاده، از ظهور و گسترش و همهگیر شدنش و اینا. و خب اینا به نظر من خیلی چیزا بامزه‌ایه، چون من وقتی رجوع میکنم به گذشته، خیلی قدیم و اولاشو به راحتی یادم میاد، ازش هم استفاده میکردیم. چیزایی مثل ویدیو گیم، اینترنت و خب سوشال مدیا هم از همیناست و برای همین برای من خیلی جذابه، چون مسیر تکاملش رو تا الان دیدم. خیلی دلم میخواد که یه مروری با هم بکنیم، یه خاطراتی هم برامون زنده میشه این وسط که اصلا چه اتفاقی افتاد که ما الان چیزی به نام سوشال مدیا رو داریم، چون از اون اول سوشال مدیا نبود. خب از همون روزای اولی که اینترنت اومد توی خونه های ما برای ارتباط برقرار کردن ازش استفاده میکردیم و احتمالا خیلی خوب یاهو مسنجر رو تو یادت بیاد دیگه. ما همش دبیرستانمون اوج استفاده از یاهو مسنجر بود و چت کردن و این داستانا. یه کمی اومدیم جلوتر، خب سوشال نتورک کم و بیش بود. در واقع سوشال نتورک های خیلی قبلتر از فیسبوک مثل اورکات، نمیدونم گزک، اینا رو اگه یادت بیاد، زوکا، اینا سوشال نتورک بودن. یعنی من مثلا دوستم رو توش پیدا میکردم، من پسرخالم، عمم، همسایه 2 سال پیشم، اینا رو توش پیدا میکردم که خب تبلورش و همه‌گیر شدنش و معروف شدنش در بین عام جامعه فیسبوک بود. دقیقاً فیسبوک اگر که اشتباه نکنم سال 2004، این 2004 2005 اینا زمانهایی بود که دیگه فیسبوک اومد در دسترس عموم قرار گرفت. یعنی اولین مرحله از همه‌گیر شدن این در واقع فناوری جدید که سوشال نتورک بود. یواش یواش کمی اومدیم جلوتر و دوربر 2005 یوتیوب اومد و در واقع مفهوم تولید محتوا توسط عامه جامعه رو یه جورایی جا انداخت. یعنی تا قبل از این تولید محتوا دست رسانه‌های بزرگ بود، دست نمیدونم صدا و سیما بود، نمیدونم رسانه‌هایی که خلاصه همه ازشون خبر داریم بود و هیچ وقت آدما فکر نمی‌کردن که به صورت شخصی بتونن محتوای بصری درست بکنن و خب یوتیوب این کار رو امکان پذیر کرد. همون سالها یه اتفاق دیگه هم افتاد. یعنی اگر که خاطرت باشه آدما بلاگ می نوشتن، کسایی که علاقه به نوشتن داشتن، که خب نسخه های فارسیش هم بود، بلاگفا بود، پرشین بلاگ بود. کسی دوست داشت دل تنگش هرچه میخواهد بگوید میرفت یه دونه بلاگ تولید میکرد. این در واقع شبیه یه وبسایت بود. من وبسایت شخصی خودم رو داشتم و توش میرفتم مینوشتم. ولی سال 2006 توییتر اومد و در واقع مفهوم میکرو بلاگینگ رو به وجود آورد. شما دیگه یه برگ A4 نباید مینوشتی، شما 140 تا، حالا دقیقه شد هم 144 تا، همچین چیزی، کاراکتر بیشتر نداشتی که یه مطلبی رو توش بیان بکنی. و خب خود همین محدود بودن فضا خیلی کمک کرد که آدما خلاقانه تر فکر کنن و در عین حال همه آدم‌ها این قابلیت رو توی خودشون بدونن که میتونن راجع به مسائل صحبت بکنن و در واقع یه مرحله این تکامل رو زیادترش کرد. میام جلوتر، سال 2009 دکمه لایک اختراع شد توسط فیسبوک و به شما این قابلیت رو میداد که به آدم‌ها یه ایمپرشنی نشون بدی، در واقع
خیلی کوتاه، خیلی سریع و خیلی آسون به طرف بگی که من تو رو خوندمت، من تو رو دیدمت و ازت خوشم آمد. بامزه بود، عکس قشنگی بود، ویدیو قشنگی بود، لایک. اوایل خیلی چیز ساده ای بود، ولی الان که برمیگردیم عقب میبینیم که چقدر به وجود اومدن، جدی شده. شوخی جدی شد و حتی به جایی رسیده که آدم ها حاضرن نمیدونم جونشون هم به خطر بندازن برای این لایکه. چه مسیری طی شده. آره خیلی جذابه. میایم جلوتر و سال 2010 دوربین سلفی اختراع میشه. حالا دوباره به وقتش به نظر هیچ کدوممون نمیومد که این دوربین سلفی چیز خاصی بود. حالا مثلا طرف از طرف از خودش می‌خواسته عکس بگیره، حالا اینوری می‌کرده. الان دیگه این شکلیه که همینطوری که صاف وایساده داره، نمی‌فهمید چه بلایی داره سرمون میاد و چقدر این به عنوان یه نقطه عطف شناخته میشه توی قصه سوشال مدیا. و حالا این برای ما یه هینتی هم داره که همین الان هم اتفاقا و تکنولوژی‌های خیلی به نظر پیش پا افتاده و ساده میتونه 10 سال دیگه تو نگاه کنی ببینی وای چقدر مثلا مسیر به شکل قابل توجهی تغییر کرد با این داستان. در واقع اینستاگرام تو سال 2010 یواش یواش شروع کرد این سوشال نتورک رو به سوشال مدیا تبدیل کردن. یعنی تا قبلش تو امکان این رو داشتی که عمت رو پیدا بکنی، نمیدونم دختر عمت که آمریکایی مثلا ببینیش توی فیسبوک یا توی اینستاگرام، ولی الان دیگه این شکلی شده بود که این یک رسانه مجازیه. یعنی این قابلیت رو داره در اختیار تو میذاره که تو خودت رو به فردی اون سر کره زمین نشون بدی که اون فرد هیچ وقت شانس دیدن تو در دنیا واقعی رو نداشته و در ازاش اون فرد میتونه احساساتش رو در مورد تو بهت بگه با همون دکمه لایکه. و این اصلا بازی رو تغییر داد، خیلی متفاوت شد. سال 2012 فیسبوک میاد اینستاگرام رو میخره. خب فیسبوک ادز از خیلی قبلترش به وجود اومده بود، تبلیغات در فیسبوک در جریان بود، ولی این که اومد و تبلیغات رو وارد اینستاگرام کرد، یه پله اون قصه بازاریابی برای کسب و کارها در فضای سوشال مدیا اومد جلوتر، یه پله جدی‌تر شد. خب به نسبت مابقی روش‌های تبلیغات، خب تبلیغات توی سوشال مدیا خیلی ارزون‌تر بود، خیلی در واقع تأثیرگذارتر بود و دوباره یه نیمچه تحولی توی این قضیه بعد از 2012 اتفاق افتاد. از سال 2014 افراد تأثیرگذار، افرادی که فالوورای زیادی داشتن هم شروع کردن دونه دونه زیاد شدن و در واقع مفهوم اینفلوئنسر به نوعی به وجود اومد و کسب و کارها توجهشون به اینفلوئنسرها هم جلب شد. یعنی تا قبل از این کسب و کارها میرفتن دنبال یه بیلبورد، یه جا میگشتن که پر رفت آمد باشه، میرفتن دنبال یه شبکه‌ای میگشتن که پربیننده، یه برنامه‌ای پیدا میکردن که پربیننده باشه. ولی از این تاریخ شروع کردن دنبال آدمایی گشتن که فالوورای زیادی دارن و تأثیرگذاری بیشتری روی مردم دارن و اقتصاد اینفلوئنسرها هم به نوعی شروع کرد رونق پیدا بکنه. از سال 2016 در واقع الگوریتم هایی که توی سوشال مدیا وجود داشت هم یک مقداری هوشمندتر شد و در واقع بازاریابی رو یه پله آسان تر کرد برای شرکت ها. در واقع تا قبل از اون این الگوریتم ها خیلی تکراری عمل میکردن، فقط هدف این بود که تو رو یه عالمه آدم ببینن، فارغ از این که اون آدما علاقیاتشون چیه، چی رو دوست دارن، چی رو دوست ندارن. ولی با بروز رسانی این الگوریتما اتفاقا حالا دیگه جامعه خاص، مخاطب خاص رو پیدا کردن خیلی ساده تر شد و ما یواش یواش رسیدیم به دوره کرونا. توی دوره کرونا در واقع از 2019 2020 همزمان با ورود به دهه 2020 کرونا یه تغییر اساسی به وجود آورد توی زندگی‌ها. در واقع آدم‌ها دیگه خیلی بیرون نمی‌رفتن از خونه
تو محیط‌های عمومی نبودن، تایم بیشتری رو توی سوشال مدیا سپری می‌کردن و چند تا اتفاق بامزه افتاد. یکی این که آروم آروم ویدیوهای کوتاه مدت قدرت بسیار زیادی روی تاثیرگذاری آدم‌ها پیدا کرد و این روند همین الان هم که داریم صحبت میکنیم متوقف نشده، از همون دوره ادامه داره. واقعا قدرتی که یک ویدیوی 30 ثانیه‌ای روی آدم ها میتونه بذاره خیلی بیشتر از یه فیلم 2 ساعته شده و قبلا اصلا این شکلی نبوده. حتی من این شکلی فکر میکنم که نوع کارکرد ذهن ما رو هم حتی تغییر داده، این تحولی که توی این قضیه اتفاق افتاده. و یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد به خاطر اینکه آدم‌ها فرصت این رو نداشتن که در دنیای بیرون دیگه همدیگر ببینن و به نظر میرسید که ما قراره تا ابد بیشتر تایممون رو تنها توی خونه سپری بکنیم، پرسونال برندینگ آنلاین خیلی جون گرفت. آدم‌ها شروع کردن روی خودشون در فضای مجازی سرمایه گذاری کردن و خودشون رو معرفی کردن، قابلیت‌های خودشون رو به نمایش گذاشتن. تا قبل از این شکلی بود که شما یادش یه فعالیت تخصصی توی سوشال مدیا می‌کردی، حالا تحت عنوان بلاگر یا یه اینفلوئنسر توی زمینه خاص، ولی از اون تاریخ به بعد هر کسی توی هر حرفه‌ای توی هر رسته‌ای فعالیت داشت تلاش میکرد اون رو به بقیه نشون بده تا اون خلأ بیرون رفتن توی دوره کرونا رو بتونه این شکلی برطرف کنه و این یه نوعی فرهنگ شد در بین ما آدم ها و همچنان هم این قضیه ادامه داره. یه اتفاق دیگه هم که تو دهه 2020 به این ور افتاد در واقع اهمیت وجود میکرو اینفلوئنسرها بودن. یعنی تا قبل از این کسب و کارها ترجیحشون این بود که برن دنبال آدم‌هایی که چند میلیون نفر اینا رو میشناسن. کما اینکه شما تو ذهنت اگر که مرور بکنی زیاد تبلیغات از نایکی و آدیداس و اینا میبینی که مثلا میرن سراغ فوتبالیستای معروف، میرن سراغ ورزشکارای معروف یا بازیگرای معروف. در واقع تارگت فقط اینفلوئنسرها بودن. ولی الان برندها تلاش میکنن که آدم‌های نسبتاً تاثیرگذاری رو پیدا بکنن که توی حوزه تخصصی محصولات خودشون فالوورها نچندان زیادی دارن اینا، ولی تاثیرگذاری زیادی دارن و این هم جزء پدیده‌های بسیار نوعیه که توی دهه 2020 داره اتفاق میفته. یه اتفاق بامزه دیگه هم توی 2019-2020 به این ور افتاد و اون محبوب شدن محتواهای صوتی پادکست ها بود و دوباره از حتی پلتفرم کلاب هاوس هم اگر که دقت کنی اینم جزء محصولات پسا کرونا بود که خیلی اومد و خیلی مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر هم اینا داره خوب فعالیت میکنه. من تلاش کردم حالا تو این تیکه 20 سال گذشته یه فست فورواردی بکنم تا برسم به امروز. امروز این شکلیه که با توجه به هر اون چیزی که هر اون مسیری که سوشال مدیا طی کرده تا به امروز دیگه مصرف شبیه مصرف 5-6 سال پیشش واقعا نیست و تا قبل از این برای بیزینس ها، برای کارآفرینا حضور توی سوشال مدیا یه آپشنی بود که حالا اگه باشی بد نیست، نباشی هم چیز خاصی رو از دست نده. امروز اصلا دیگه این شکلی کار نمیکنه. امروز تقریبا میتونم بگم اندازه یه جامعه واقعی که این بیرون در حال داد و ستد و رفت آمده توی فضای مجازی هم اندازه همون جمعیت آدم دارن با هم در حال اینتراکشن و تعامل هستن و اصلا اگر کسی توی اون فضا داخل وجود نداشته باشه انگار در فضای بیرون هم داره فراموش میشه و خیلی این حضور اهمیت زیادی پیدا کرده. حالا در حوزه کسب و کارها همین الان یه تفکری که وجود داره اینه که میگن آقا که به نظر من تفکر سنتیه و باید این تغییر بکنه، میگن که اوکی سوشال مدیا خوبه ولی برای کسب و کارهای بی تو سی، میگن اونی که با کانسیومر طرفه و اون حلقه آخر زنجیره تامینه قبول برن اینستاگرام و فعالیت بکنن و این داستانا.
ولی برای بی تو بی نه. من یه شرکت نفتی ام، من یه شرکت فولادی ام، من اصلا یه آدمی هستم در صنعت فولاد. به چه اهمیتی داره من بیام تو اینستاگرام نشون بدم که دارم غذا چی میخورم یا چی؟ ولی این تفکر قدیمیه. البته که این تصور غلطیه که سوشال مدیا یعنی اینستاگرام. حالا ما به خاطر اینکه تو ایرانیم اینستاگرام خیلی مصرف داره، ولی خب تو کشورهای دیگه ما به ازاش تیک تاک هست، اسنپ چت هست، حتی فیسبوک همچنان رونق داره تو استفاده در بین مردم. ولی خب تو ایران در واقع تاپ سوشال مدیایی که آدما دارن ازش استفاده میکنن اینستاگرام. من در درجه اول به این آدما میگم که نه، این شکلی نیست. این فضایی که برای همه است و این فضا مدام در حال تکامله و چیزی که من الان درش میبینم ظرفیت وجود داره که شما در هر رسته ای از فعالیت هستی فعال بمونی توش. و نکته دو این که پلتفرم های متنوعی وجود داره، فقط فضای مجازی اینستاگرام نیست. شما در توییتر میتونی حضور داشته باشی، در لینکدین میتونی حضور داشته باشی. لینکدین هم از یکی از قدیمی ترین سوشال مدیای جالبه. حالا من لینکدین فکر می‌کنم یه جایی بین 2003 تا 2005 اگر که اشتباه نکنم، آره، در واقع اومده توی بازی و همچنان هم ادامه داره. حالا با توجه به اینکه یه سوشال مدیای قدیمیه و فضا هم توش اصلا متفاوته از اینستاگرام، برای کسب و کارها حضور توی لینکدین بسیار چیز حائز اهمیتیه. هم خود کسب و کار، هم آدم‌های فعال توی اکوسیستم تخصصی. حالا هر اکوسیستمی میتونه این داستان باشه. من خیلی پرحرفی کردم، به من بگو حالا تو با توجه به چیزی که من ازت دیدم، تو توی توییتر و لینکدین خیلی خوب فعالیت میکنی. والا خیلی خوب که تازگی منم، یعنی تو توییتر که اصلا چند ماه شروع کردم و لینکدین رو خب مدت‌ها داشتم، ولی بازم از وقتی که مدیر راهنمایی رو شروع کردیم دوباره بیشتر توش فعال شدم. ببین خیلی دقیقاً نکته درستی گفتی، اینی که تو بتونی امروز این گزینه هست که شما بتونی اون فضای مجازی که مطلوب توه، به اخلاق تو میخوره و به نیاز تو میخوره رو انتخاب کنی، اون پلتفرم رو انتخاب بکنی. من خودم فکر میکنم که به عنوان یک کسی که تو فضای توییتر بالاخره آشنایی پیدا کردم، متوجه شدم که توییتر مال آدمای درونگراست، برعکس اینستاگرام که مال آدمای برونگراست. دقیقاً یه پلتفرمی وجود داره واسه آدمای درونگرا، آدمایی که دوست دارن تفکراتشون رو ارائه کنن، نه فقط ظواهرشون رو. متوجهی؟ و واقعا هم خیلی جالبه که بگم که آدم‌هایی که تو توی توییتر می‌بینی خیلی متفاوتن از آدم‌هایی که توی اینستاگرامن. و خیلی توییتر توی ایران باب نیست، خیلی تعداد آدمایی که دارنش خیلی زیاد نیست، ولی اون آدمایی که هستن اونجا به نوعی همیشه من سورپرایز میشم که میگم مثلا چه جالب، همچین تفکری هم وجود داره، هستن آدمایی تو ایران که اینجوری فکر میکنن یا روی این مسائل حساسن. فضای جالبیه از این بابت. در رابطه با لینکدین هم بگم که بله، لینکدین خیلی نوعه در ایران و تازگی داره. واقعیت اینه که مردم بهش اقبال دارن نشون میدن و اهمیتش رو دارن میفهمن. چند تا دلیل هم داره. یکی از مهمترین دلایلش اینه که خب نسل جدید بالاخره نسل سوشال مدیاه و اینها یه پلتفرمی رو میخوان، خیلی راحت تر میتونن همدیگر رو پیدا بکنن، زبانشون زبان پلتفرمی شده تا اینکه مثلا دائم بخوان نتورکینگ به سبک قدیم انجام بدن. و خب لینکدین از این فرصت استفاده کرده بوده و این از این تقاضا استفاده کرده بوده و این زیرساخت رو درست کرده. البته خب هنوزم که هنوزه خیلی محتوای غیر واقعی و فیک و اکانت های فیک و خیلی به قول معروف میتونم بگم که هنوز هستن مسیج هایی رو تو مرتب میگیری که این آدمای واقعی نیستن. یعنی تو لینکدین آره این خیلی این داستان وجود واقعا من فکر آره. می‌کنم خیلی فضای فاخریه به نسبت نیست واقعا. یعنی اتفاقا یکی از بازدارندگیاش هم همینه. یعنی
اکانت فیک فوق العاده زیاده و کلاهبرداری هم تو لینکدین فوق العاده زیاد میشه. یعنی این یکی از علتایی بوده که اونجوری که باید لینکدین رشد نکرده توی تمام این سالها. و هم میگن دیگه یارو مثلا نمیدونم رزومش توی لینکدین مثلا در حد یه آدم معمولی، خود طرفی آدم معمولیه ولی رزومش مثلا تو لینکدین در حد یه سوپرمنه مثلا. این دیگه همچین چیزایی رو و واقعا هم همین هست. ولی با همه این وجود این فضا داره رشد میکنه. در ایران هم توی سالهای اخیر خیلی رشد کرده. بیشترین تمرکز هم روی بحث منابع انسانیه. یعنی لینکدین بیشترین مسئله‌ای که از شرکت‌ها رو داره در حال حاضر حل میکنه بحث چالش‌های نیروی انسانی و بحث حالا بالاخره استخدام بودن، اون واژه اوپن تو ورک بودن، اون دایره سبزه الان مهمترین استفاده ایه که شرکت‌ها دارن در حال حاضر از لینکدین توی ایران میکنن. جذبه، یعنی آدم‌ها رو بتونن پیدا بکنن. چون خوبیش اینه که تو یه شفافیتی وجود داره، تو میتونی ببینی واقعا آدمه این رزومه‌ای که گذاشته چقدر واقعیه. یه مرحله ارزیابی رو به راحتی تو توی لینکدین میتونی بکنی و این یکی از مهمترین استفاده هاش شده. خب ما از فضای بین‌المللی دوریم، ایزوله هستیم در حال حاضر، ولی اگر درها باز شه که بالاخره یه روزی باز میشه، خیلی مهمه که ما سبدمون رو گذاشتیم اول صف یا نه. و لینکدین اون جایگاهیه که شما میتونین تعیین کنین که این سبد رو کجا بذاری. و بالاخره وقتی شرکت‌های خارجی بعد از اینکه این درا باز شد بخوان بیان توی ایران، باید بتونن از یه جایی وارد بشن، از یه جایی باید بتونن ارزیابی بکنن. و شما اگه بهترین شرکت ایران هم باشی و اونجا یه دونه مغازه نداشته باشی، یه ویترین اونجا نداشته باشی توی لینکدین، ضرر میکنی. کار خاصی هم نداره. یعنی این هم نیستش که بگیم خیلی پیچیدگی داره یا خیلی قرار نیستش که ما بریم نمیدونم هر روز محتوا درست بکنیم. ما قراره اونجا حضور داشته باشیم، واقعیت‌ها رو نشون بدیم، شفافیت داشته باشیم، اخلاقی که توی سیستممون داریم، اون فرهنگ سازمانیمون رو بتونیم ارائه بکنیم و آدما بیان و ما رو ببینن و بدونن یه بک‌گراندی توی ذهنشون شکل بگیره که آقا این شرکت این فرهنگو داره، این مدل آدما توی این شرکت دارن کار میکنن و یه نوع برندینگیه که باید صورت بگیره و نیازه که انجام بشه. آره دقیقاً. یه سری آدما میان از من میپرسن تفکر دو مدل. یکی این که میگن که آخه به چه دردی میخوره، یعنی هنوز یه گاردی هست که میگن آقا من هر چی 2 تا 4 تا میکنم حواسمو به کارم جلب بکنم خیلی جلوترم تا اینکه بخوام پرت حضور توی سوشال مدیا باشم، حالا چه خودم چه بیزینسم. و یه سری هم سوال میپرسن که خب من چی رو نشون بدم اونجا، من که چیزی ندارم برای گفتن، نمیدونم چیزی ندارم برای نشون دادن. حالا من این دوتا رو تفکیک میکنم و اندکی به هر کدومش میپردازم. یکی این که چه فایده ای داره، من میخوام میگم که خیلی فایده داره. اولین فایده ای که هست اینه که حضور توی سوشال مدیا در واقع یه رد پای آنلاینی از تو تولید میکنه که ببین مثلا تو هیچ وقت نمیتونی برگردی 2017 یه دونه پستی بذاری الان بیای 2025 و یک سند خیلی دقیق و مشخصی که آقا من 2017 اینجا بودم داشتم این کارو میکردم. تو میتونی توی رزومت توی سی ویت یه عالمه چیز عجیب غریب و غیر واقعی بنویسی و این رو یه پی دی افی بکنی که مدام بفرستیش این ور اون ور، حالا یه جای دنبال کار داری میگردی یا یه جای میخوای به یکی خودتو معرفی بکنی. به همین دلیل هم آدما خیلی اون رزومه کلاسیک آدما رو خیلی با جدیت نمیخونن. من همیشه وقتی برام رزومه میرسه اسکیم میکنم، مثلا سریع از روش رد میشم، چون معمولا تو این پی دی اف ها من میبینم مثلا یه چیزای خفن و عجیب غریبی هست که میگم که بزرگوار رئیس جمهور آمریکا بودن. آره همین، تو الان چرا ناسا نیستی، چرا داری برای من اپلای میکنی؟ ولی بعد در واقعیت خب چیز دیگه ای میبینم دیگه. ولی سوشال مدیا جاییه که این شکلی نیست، یعنی یک رزومه بسیار واقعی و زنده تو میتونی از خودت یا شرکتت به وجود بیاری که این بی‌نظیره. به چه درد میخوره؟ ممکنه به خیلی از
دردا بخوره. در حال حاضر تو نمیتونی پیش بینی کنی که آقا من دارم این فعالیت رو اینجا انجام میدم چون میخوام این اتفاق بیفته، ولی مطمئناً یه دریچه‌ای به روی فرصت‌هایی که ممکنه هیچ وقت نیامده باشه سراغ، نمیتونسته اصلا نصیب تو بشه، برای همین نباید این فرصت ها از دست داد و این منوط به زمانه. یعنی من اگر که امروزم رو از دست دادم و توی لینکدین فعالیتی رو انجام ندادم، هیچ وقت فردا نمیتونم برم تو دیروزم پست بذارم. این که خیلی درسته. ضمن اینکه برای بیزنس ها اصلا به نظر من بیزنس های سنتی به خصوص یه مرحله گذاره. شما اگر امروز نتونستی فرهنگ سازمانیت رو ببری سمت سوشال مدیا، نتونستی ببری سمت تولید محتوا، نتونستی ببری سمت مسائلی که بالاخره نیاز داره که شما یه آیتی قوی داشته باشی، یه کپی رایتر قوی داشته باشی، یه تیم مارکتینگ کنار دستت باشن و از این جنس حرفا، خیلی زود در توسعه بیشتر مثل الان هوش مصنوعی، مثل الان بحث‌های بالاخره ماشین لرنینگ و اینها، شما قطعا اینا رو دیگه نمیتونی پیاده سازی بکنی و شما به عنوان یه بیزنس سنتی تر میشی و خوبه که آدم از این کوچیکه اتفاقا شروع بکنه و الان هم داره صورت میگیره. ما خودمون توی ویو روز اولی که ویو رو درست کردیم، واقعیت هدفمون همین بود. هدفمون این بود که بیزنس های سنتی رو که اکثرا خیلی پول دارن، حالا اینم جالبه، یعنی پول اتفاقا هنوز تو اون بیزنس سنتی هست، بریم اونها رو ترغیب بکنیم که بیان این ویترینه رو اینجا داشته باشن و باش هزینه بکنن. و خیلی مقاومت داشتیم، خیلی استحقاق داشتیم، یه جایی هم موفق نشدیم واقعیت، ولی یه جایی هم خوب تونستیم موفق بشیم که بتونیم این تغییر نگرش رو ایجاد بکنیم که آقا شما در هر صورت باید یه مقداری این بازی رو جدی‌تر بگیرید و براش آماده بشید، چون فقط همین بحث نیست و آینده مسائل بزرگتر از این رو بر شما خواهد آورد. آره دقیقا. من تو اصفهان میبینم کسب و کارهای، و ما با کسب و کارهای کوچیک و متوسط خیلی کار میکنیم دیگه، و میبینم که کسب و کارهای بالای 30-40 ساله الان دارن توجه نشون میدن به سوشال مدیا و من خیلی لذت میبرم که دارن متوجه میشن کسب و کارهایی که آقا این الان یه تردمیلیه با سرعت بسیار زیادی در حال حرکته و من اگه الان سوارش نشم عقب میفتم یا اصلا نمیتونم با سرعت تحولاتش خودم رو سینک بکنم. ما کسب و کارهایی داریم که به قول تو پول توشون هست آردی، مشتریشون هم دارن، بسیار هم کسب و کار قدیمیه ولی تصمیم گرفته بیاد تو سوشال مدیا برندینگ خودش رو ادامه بده که مبادا توی دهه آتی مخاطبش رو از دست بده. و من یه نکته اضافه بکنم، ببین خیلی هم حساس امید، یعنی به خاطر اینکه این اصلا جنس این برندینگ بحث سوشال مدیا جنسش روابط عمومیه دیگه. اصلا اکثر شرکت‌های سنتی این روابط عمومیه رو ندارن. خب یعنی دقیقاً اصلا همیشه یه جنسی رو تولید میکرده میفروخته. خب حتی به نظر من تو این بحث نسل‌های بازاریابی، نسل 1 و 2 و 3، هنوز تو نسل 1 خیلی هاشون گیر کردن. طرف یه محصول خوب داره که مردم بهش هنوز محتاجن و میفروشه و کاری هم نداره که مشتریش الان راضیه ناراضیه، به این فکر میکنه، به رقیب فکر میکنه. خب در دنیا ولی اینجوری نیست، در ایران هم اینجوری نیست. الان ما بالاخره نسل دوم بازاریابی رو در ایران داریم، یعنی دیگه اون تمرکز از روی محصول در نسل اول اومده روی مشتری در نسل دوم. ولی نسل سوم بازاریابی چی میگه؟ میگه آقا دیگه تمرکز روی مشتری هم نیست، تمرکز بر روی ارزش هاست و اینی که دیگه این موبایل رو الان همه میتونن تولید بکنن، حالا 10% بالا پایین، مشتریاشون هم همه راضی دارن نگه میدارن و همه تمرکز کردن روی مشتری. اونجا هم بازار بسیار رقابتی و اقیانوس قرمزه
الان تنها فرصتی که وجود داره اینه که شما به عنوان یک شرکت، به عنوان یک بیزنس چه ارزشی اضافه میکنی به مشتریت. فقط اینو بهش نمیفروشی، علاوه بر این یک سری ارزش ها رو بهش هدیه میدی. ممکنه این باشه که تو یه کالایی رو درست کردی که باعث میشه از محیط زیست حفاظت بکنه، این کره ما 200 سال عمرش بیشتر بشه. ممکنه این که تو اومدی مسئولیت اجتماعی رو پذیرفتی که بالاخره تو کشور من مثلا اهمیت داره و یه بخشی از این صنعت رو بومی سازی کردی. دیگه الان رقابت رفته سمت این موضوعات و شما اگر که این پلتفرم ها رو نداشته باشی نمیتونی تو نسل سوم بازاریابی اصلا حضور داشته باشی، چه برسه به این که رقابت بکنی. پس ببین چراییش حرفی توش نیست، ولی حالا چگونهش. ببین تو به عنوان آدمی که روابط عمومی هم نداشتی الان میخوای یه سوشال دیجیتال مارکتینگ انجام بدی، مارکتینگ انجام بدی و دیجیتال مارکتینگ انجام بدی، یه ذره کار سخت، به خصوص اگر که ببینید فرهنگش توی سازمان نیست، فرهنگش توی صاحب اون کسب و کار نیست. شما نمیتونی، چون من اینا رو تجربه کردم، چون بالاخره توی چارتای سازمانی هم تا دقت بکنی تش روابط عمومی به مدیر عامل وصله. یعنی هر کسی، یعنی تش آخر سر این کانتنتی که میاد بیرون و نظر نهایی رو کی باید بده؟ مدیر عامل باید بده. متوجه؟ هر چقدر برون سپاری بکنی، چون تو داری یه کار خاص انجام میدی دیگه، و این نیازه که توی مدیر عامل، توی صاحب کسب و کار دانش مارکتینگ به دست آورده باشی، بفهمی سوشال مدیا رو، بفهمی دیجیتال مارکتینگ رو. صرفا هم با برون ما دقیقاً خودمون همین الان مشکلی که داریم با بیزنس های بزرگ اینه که میگیم آقا ما اگر میایم کنار شما، ما تو اجرا میتونیم کمک شما بکنیم، ولی این نیستش که اگر شما نیاین تو جلسات، تو به ما ایده ندید، به ما کمک نکنید، ما 100 سال، من نفت رو برات مثال بزنم، هیچ شرکت مارکتینگی به این راحتی نمیتونه نفت رو دریافت بکنه، نفت رو بفهمه، جزئیات نفت رو بفهمه. کلا 30,000 نفر تو این مملکت درگیر نفتن. خب تعدادشون میلیونی که نیستش که. این یه کار تخصصیه، کار فوق العاده تخصصیه. هیچ شرکت مارکتینگی به تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده. اگرم انجام بده اون کار ایدئاله در نمیاد. پس این نیازه که وقتی ما میگیم راجع به سوشال مدیا صحبت میکنیم، سواد سوشال مدیا، سواد مارکتینگ و فهمیدن این موضوع دیگه اجتناب ناپذیره. آره دقیقاً این پروسه‌ایه که تو آوتسورس کردن انجام این کار خیلی مسئله مهمی میشه. یعنی کسب و کارها معمولاً یه اشتباهی که اینجا توشون رخ میده اینه که میگه آقا من برون سپاری کردم که دیگه بهش فکر نکنم دیگه، برین انجام بدین. اصلا شدنی نیست و شدنی نیست و عموماً پیمانکارهایی هم که در این زمینه دارن خدمات این چنینی ارائه میدن هم بعضاً دوچار این اشتباه میشن که میگن خب میپذیرن. آره میگن خدا رو شکر که این الان دخالت هم نمیکنه تو کار ما و شروع میکنن به ضد برندینگ برای اون کسب و کار یا برای اون فرد. آره این یه چیز دولبه است. یعنی شما حواست نباشه هر اون چیزی که میخواستی برات بسازه نمیسازه که هیچ، تازه تیشه هم میزنه به ریشت و اصلا تمام اعتباری هم که از قبل تو ساخته بودی به راحتی از بین میبره. من حالا یه ذره میخوام اتفاقا همین تیکه رو بشکافمش. خب من می‌خواستی نیم ساعته جمع کنی. آره موضوع داغیه و واقعا خیلی الان درگیرشن. یه چیزی گفتم آقا از 2016 الگوریتم ها یه جوری بروز رسانی شدن و خیلی هدفمندتر شدن و هر تغییری هم که تو این قصه سوشال مدیا ولو کوچیک اتفاق افتاده تو مسیر تکاملش، دقیقاً اون سرش داشته توی فرهنگ و افکار ما آدم ها اثر میذاشته. مثل همون مثالی که از اختراع دوربین سلفی یا اختراع کلمه لایک برات گفتم، اون ور یه چیز تکنولوژیک خیلی بی‌معنایی داشته اتفاق میافتاده، ولی این ور تو ما آدم ها اثرات بسیار جدی تو خودش داشته. اصلا لایک رو میگی تنم میلرزه. یعنی باورم نمیشه که یعنی این تا مرور کردی. منم همینجوری گفتم که راست میگه، از یه دکمه الان زندگی ها داره تغییر میکنه. چه اتفاق عجیبی. و اون موقعی که لایک اومد
ما گفتیم خب یه لایک دیگه. اگر فکر می‌کردیم که قراره این زندگیمون رو این لایک اینجوری نابود کنه، به خدا من میرفتم خودم تظاهرات میکردم. جلوشو میگرفت. حالا یکی دیگه از این پدیده‌ای که اسمش زیاد این روزا میشنویم و اون الگوریتمه. متاسفانه آدمایی که میخوان توی سوشال مدیا فعالیت کنن درگیر این الگوریتمه میشن و شما حواست به خودت نباشه، به خودت میای میبینی که آقا من خودم رو دادم دست الگوریتم و دارم یه کارایی میکنم که من نیستم، یه رفتارایی از خودم نشون میدم که من نیستم. چرا؟ چون دلم میخواد که این موجی که این الگوریتم به راه انداخته من نوک اون موجه باشم. آره همه مردای ایران رقاص شدن. اینستاگرامو که باز میکنی همه مردا دارن غیر میدن. واقعا خیلی اتفاقای ناراحت کننده به وجود میاد اگر که شما خودتو بدی دست این الگوریتم. من دوباره میخوام یه پله این حرفامو ملموس‌تر بکنم. ببین شما وقتی یه محتوایی رو تو هر پلتفرم شبکه اجتماعی، هر لینکدین، توییتر، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، یه سری آمار و اطلاعات عددی ما به ازاش به شما میده که ملموس ترینش تعداد لایک و تعداد ویو. شما معلومه که چند بار دیده شده. یواش یواش آدما اگر که حواسشون به خودشون نباشه میافتن تو حربه این که من نگاه کنم ببینم چی کار بکنم که این تعداد این لایک بیشتر بشه، تعداد این ویو بیشتر بشه و این بسیار تفکر سمیه. یعنی اگر در شما نهادینه بشه و شما خودتو مدام با این عدد مقایسه بکنی، یواش یواش رفتارهای میری سمت عدده دیگه. این یه بازی پینگ پونگیه. اون به تو میگه که خب حالا این کار بکن تا من یه ذره این تعداد رو برات بیشتر بکنم. تو اون کارا رو میکنی، تعداد بیشتر شد، دوپامین تو بیشتر ترش شد، خوشحال‌تر شدی، به خودت میای میبینی زیر 40 روز دماغت هم قرمز کردی و یه کلاه خلاصه دلغکی هم گذاشته رو سر تو. من که این شکلی شدم. و آدما چون این آروم آروم توشون اتفاق میفته نمیفهمن که دارن چه آسیبی به خودشون میزنن، چه در حوزه پرسونال برندینگ و چه در حوزه برندینگ برای یک کسب و کار یا یک شرکت. من متاسفانه زیاد میبینم که طرف یک کسب و کار ذاتاً جدی داره. آقا مثلا طرف نمیدونم ابزار فروشه، طرف داره یک شرکت تولید نرم افزار داره، نمیدونم انواع اقسام کارهایی که هیچ جاش طنز اصلا وجود نداره، ولی من دارم میبینم فعاله در سوشال مدیا و ویدیوهاشو که نگاه میکنم میبینم که تو یکیش یکی داره میرقصه، تو یکیش یکی داره یه سطل ماست میریزه رو سر اون یکی و این مسیر اشتباهیه که الگوریتم آدما رو میندازه داخلش. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم که محتوای وایرال به درد ما میخوره یا محتوای تاثیرگذار به درد ما میخوره. محتوای تاثیرگذار محتواییه که احتمالاً عدد و رقم عجیب غریبی پشتش نیست، نه تعداد لایک زیادی داره نه تعداد ویو زیادی داره، ولی من در سوشال مدیا باید حواسم به این باشه که یک، خودم باشم، خود واقعیم باشم. من اگر در دنیای بیرون آدم جدی هستم، اگر در دنیای بیرون آدم با اطلاعاتی هستم، باید دقیقاً همون باشم در سوشال مدیا. اگر که در دنیای بیرون نظر مخالفی نسبت به یک موج عامه‌ای دارم و خیلی راحت اینو بیانش میکنم، تو سوشال مدیا هم باید همین شکلی باشم، نباید خودم رو همرنگ جماعت بکنم. و در مورد کسب و کارم هم همینطور. من اگر یک کسب و کاری دارم که مثال دارم یک شرکت تولید نرم افزار رو دارم، باید مدام بتونم مزایای رقابتیمو نشون بدم، باید مدام بتونم پشت صحنه واقعی فعالیت هامو، دغدغه هامو بیام راجبش صحبت بکنم و این تقویت برند رو به صورت یواش یواش تو مخاطبم به وجود بیارم، نه اینکه برم سمت اینکه یک محتوایی بسازم که یهویی عالمه آدم اون رو بتونن ببینن. یه بحث دیگه هم که هست که کسب و کارها نباید از نظرشون بگذرونن، بحث تبلیغات در سوشال مدیا. خب همیشه به خصوص برای در واقع کسب و کارهایی که پروداکت محورن
و یک محصول مشخصی رو دارن تولید میکنن، خب روش‌های مختلف تبلیغاتی همیشه وجود داشته، از تبلیغات شهری گرفته تا تبلیغات در رسانه‌های مختلف. اینا باید حواسشون باشه که ارزون ترین و افکتیو ترین، تأثیرگذارترین روش تبلیغاتشون در سوشال مدیا و از فضای مجازی غافل نشن، در این حالی که حواسشون هست که این کار رو درست انجام بدن یه طوری که به برندشون ضربه نخوره. باید این فضا رو جدی بگیرن و ازش استفاده کنن. کما اینکه توی 1-2 سال گذشته تو با الان مرور که بکنی با خودت می‌بینی انگار مثلا تا چند سال پیش مثلا اسمای بزرگی مثل نمیدونم کاله، مثل اسنپ، مثل حالا تمام اون شرکت‌های بزرگی که توی ذهن ما، اینا هیچ وقت توی سوشال مدیا حضور جدی نداشتن یا تبلیغات جدی نمی‌کردن. ولی الان ما داریم می‌بینیم که از اینفلوئنسر مارکتینگ دارن به خوبی استفاده میکنن، از میکرو اینفلوئنسر مارکتینگ دارن به خوبی استفاده میکنن و از قضا خیلی هم براشون ارزونتره. یعنی طرف پول یه دونه کرایه یه ماه بیلبورد کنار اتوبان مثلا نیایش رو میده و اندازی 6 ماه توی سوشال مدیا تعداد بسیار زیادی آدمی که خیلی تاثیرگذارم هستن براش تولید محتوا میکنن و این خیلی موفق تره. بحث توی این حوزه واقعا زیاد و بی نهایته، به خصوص که حوزه جدیدی مدام در حال تحول و تغییره که خب ما هم نمیخوام دیگه زیادی این اپیزودمون طولانی و خسته کننده بشه. برای من واقعا این بازی جذابیه. اصلا کلا میلاد اول اپیزودم گفتم این تکنولوژی هایی که تو زمان زندگی ما به وجود اومده و دیولوب شده خیلی برای من جذابه. بله. یعنی مثلا حالا یکیش همین ویدیو گیمه که گفتم، یعنی ما رجوع میکنیم به بچگیمون، ما به خیلی ویدیو گیم بازی میکردیم، حالا چه با آتاری چه با نمیدونم نینتندو، سگا، پلی استیشن. و من چند وقت پیش داشتم یه پادکستی گوش میدم که تاریخچه ویدیو گیم رو داشت میگفت و من اول این شکلی بودم که یا خدا من چند سالمه دقیقا مگه من چند سالمه. تمام اون چیزایی که تو اون پادکست از عقبه این داستان داشت میگفت و من همه گیماشو بازی کرده بودم، مرحله به مرحلهش یادم بود و این خیلی برای من جذابه که مسیر تکامل و تحول یه همچین اتفاقای بزرگی رو توش حضور داشتم. و ما باید از این تجربه استفاده کنیم. ما ببین دقیقاً نکتهش اینه، ما مزیت رقابتی نسل ما همینه امروز و ما باید سوار این مزیت رقابتی بشیم، نه اینکه باش مقاومت کنیم، نه اینکه صرفا بگیم آقا این فضا زرده یا ال یا بله. هر چیزی که هست به قول تو، هر الگوریتمی که هست یه سری نکات مثبت هم داره، میشه ازش استفاده های خوب هم کرد. صرفا اینکه بگیم که نه این به درد نمیخوره و به درد کار ما نمیخوره، این مقاومت یه جای خود ما رو میگیره و برای ما رو دچار مشکل میکنه. آره بابا، از بازی پرتمون میکنه بیرون. دقیقاً. خیلی چیز جالب. من اینو بگم و ببندم. اون تاریخچه‌ای که من ازش حرف زدم، اون سالایی که داشتم میگفتم 2003 2004، بچه‌هایی که مثلا تو 2004 به دنیا اومدن الان 21 سالشونه و خب به نظرشون خیلی بدیهی میاد. شاید اگه تو ذهنشون مرور بکنن زودتر از 2015 16 رو اصلا به خاطر نیارن. و واقعا این مزیت رقابتی عجیبیه که ما داریم که از سر یاهو مسنجر رو یادمون میاد و تا الانی که صحبت از متاورس و صحبت از سوشال مدیا به این گستردگی و به این عمق هست رو ما جلوی چشمون دیدیم. خیلی جلوتریم از بچه‌های جوان‌تر که این تکنولوژی رو از وسط راه باش آشنا شدن. فلسفه‌ش رو نمیدونن، حداقل فلسفه‌ش رو نمیدونن یا باید برن بخونن. ما اون نسلی هستیم که باید بتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم. مرسی، دمت گرم، خسته نباشی، چاکریم. و این اپیزود هم داره تو نوروز 404 پخش میشه. نوروز شاید هم یه ذره بعد از تعطیلات نوروز
و باز هم امیدوارم که 404 هم برای تو سال خوبی باشه، هم برای من سال خوبی باشه و هم برای شمایی که تا اینجا ویدیو باقی موندین و این بحث رو دنبال کردین. خیلی ممنونم. اگه از این اپیزودم خوشتون اومد ما رو به یکی از دوستاتون معرفی کنید. دم شما گرم.